نه کس بسیار خودشان آدمی حلیم حلیم و مهربان هستن که اونجا بیاید با کم ترک سخت گپ میزنن. وطن امروز و فردای من و توست. وطن یک اگر مخفی نباشد جهت رانندگی را کدام سال گرفتید؟ شما میدونید وقتی که همین سن و سال که از سحر همین خسته نمیشه؟ بله تو بس میکنی یک گم چون بسیار وقتا بسیار شوقی سرودخوانی زیاد بود. درود خوب هستین؟ تشکر. حالت کاری از خلال نمیرسون. برای من جالب است که چگونه آهنگساز با آوازخوان کار میکنند. وطن یک تاست یک تای من و توست. وطن امروز و فردای من و توست. وطن یک تاست یک تای من و توست. وطن امروز و فردای من و توست. همین یک واژه صدرنگی بهار است. وطن امروز و فردای من و توست. همین یک واژه صدرنگی بهار است. وطن امروز و فردای من و توست. وطن امروز یک تا بخشش دارتی نمیده زورشی و سخن یادم برامد. درود به شما، درود به بیننده عزیز. ما در دایره یک لایحه نو میخوایم که از فعالیت و کار و پیکار هنرمندی شایسته تاجیکستان نگینه امونخولا برای شما یک لایحه نو رو پیشنهاد کنیم و در این لایحه شما حتما با پهلوهای مختلف زندگی نگینه امونخولا آگاهی پیدا میکنید. درود به شما تابش لاله. خب در یک حالت خیلی خوب شما را دریافتم در حالت کاری و تابش لاله نیز چندین آهنگ‌های نگینه امونخولا را آماده کردن. از جمله در آغوش تو میمیرم، مشهورترین سروده که سوزش، محبت مرده از جفا، وطنی که عینی بسیار 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 است. چند وطن، اطلس ببری دلبری تاجیک عجب است و یک چند زیاد است. یک البوم زیاد است. شمارش راحت است کار کردن با بله بله. همین گونه شما بسیار وام میخورید. یک وقتی که بله ما در یک بار دو بار وام میخوریم. تا جایی که میدونم آهنگساز آهنگ رو با مثلا آوازخوان میفروشد یا که میدهد دیگر خودش میداند در اصل. نه اگه تو بیش از اون جمله بسته‌کار نیستم. این که از همین سرش که آهنگ من گرفتم با من کار میکنن تا در استودیو ثبت کردن. بله تا استودیو و تا اسبابای موسیقی چی باید باشد چی کار باید کنیم همش ما یک جای مصلحت میکنیم. نه کس بسیار خودشان آدمی حلیم و مهربان هستن که اونجا بیاید با کم ترک سخت گپ میزنن. اون قدر هنرش اولاست که مثلا با من میکوبم کمبودیش میکوبم افسوس که نیست. اون راحت از همراهش کار کردن. شما با همه آوازخوان همین کار رو میکنید؟ راستی این همون سبک من است، همون مناسبت من نسبت همون ایجاد و هنرم است. میخواهم که بله همون نازکی‌هاش نازک‌ترین اون چیزی که شما میخواهید آوازخوان باید همون رو باید. زیاد هنرمنده هستن مثلا من 80% که همون آهنگ سرود در ذهنم میخواهم که سرود هست هنرمندی است که با 20% دیگه زم میکنه دیگه نه زم. تشکر. اگر سالش رو مثلا دقیقاً خواهید از 2012 من خوب در یاد دارم. خوب در یاد دارم چون که پیش از در آغوش تو میمیرم یک سرودی دیگر نیز بود که شعرش از خانم که خانم به بهانی بود، سیمین به بهانی و یک بحثم شد اونجا بود سخنه بود که گر بوسه میخواهی بیا یک نه 220 بیرم اینطوری بود. بعد خوب
نگینه خان ما کمتر عوضش کردیم که خوب متنش فکر میکنم که تغییر میخواهد. خودتون تغییر دادید؟ نه. کی تغییر داد؟ با شاعران مراجعه بله با فکر خانم مهرنیسا. خانم مهرنیسا چه سرود میشود که یادتون است متنش؟ گر دوست می‌داری مرا با من بمانی جان مرا، گر دوست می‌داری مرا با من بمانی جان مرا، خوش آمدی بر دیدنم، خوش آمدی بر دیدنم مهمان مرا، خوش آمدی بر دیدنم، بنشین بی مهمان مرا، جانم فدای جان تو. بله 2012 متن فروش میشود. بسیار آهنگی جذاب بود. بعد دشوارم بود یک لحن هندویی هم داشت. یک لحن هندی داشت، یک وکالیز هندویی هم داشت. من فکر کردم که میتواند که بسیار خوب باشه. این اولین آهنگی بود که شما بعد از این شروع کردیم. 2008 ایجاد شد. در آغوشتون میمیرم از یک مجموعه یافته بودم. استاد میرزا حسینی بدلی پور با تخلص مهرورز می نویسد. نزد من ماند تا 2013. چگونه چند نفری که پیشنهاد کردم راستی ترسیدم خواندن نشد. چون که در آغوشتون میمیرم این یک همون شاه مصری نادر پور است. گفتم کتابش این کمتر سخناش بسیار خیلی سخنای با جسارت هم. من راستی گپ نمیتونم جسارت ندارم. بعد یک از با من فهموندن که این نه آغوشی که آغوشی چی است. خب آغوش معمولی که میگوییم یک توصیف ادبی است که زیاد من همین مصرع میتواند همه را مایل کند. در آغوش تو میمیرم، در آغوش که از گرمی جان سوزی تنت سوزم، در آغوش که از لبهای نرمت با دهان نوشم، در آغوش تو که با رغم خزان ها سبز و گل پوشم، در آغوش که از احساس لرزش های رویایش مدهوشم، در آغوش که بار زندگی میافتد از دوشم، در آغوش که میگردد همه دنیا فراموشم، در آغوش که جای داد و فریاد است خاموشم، مرا این دم چه دولت هست که با تو اما خوشم، در آغوش تو میمیرم. شاهکار است واقعا شاهکار است، چون کم سرودهایی هستند که اینقدر عمیق به قلب مردم جا میگیرند. من شخصا نیست همینطور می‌سوزم در بین همون زیاد سرودهای لیریکی و عاشقانه‌ای که ایجاد کردم جایگاه این سرود تماما دیگر است، اما زیاد میگویم که در ایجادیات نگینه بانو این سرود
یک تحولات یک خلاف کرد یک خلاف کرد ما نه تنها در مثلا ایجادیات نگینه همون خوب گفتم مثلا خاصه در صنعت استرادای تاجیک در سبکی صورت‌های لیریکی این یک گردشی نو بود با این سبک با این مضمون با این رویه تا این وقت من گوشوری تأثیر بخش اینقدر شیرین رو نشنیده بودم و ببینید که بعضی سرودها جاویدانه هم هستند که از زمره همین گونه سرودها خب خکسارو میکنن دیگه نه اما یک سال نگذشته همین سرود جایزه داری جایزه جیلا 2014 شده کار ایجادی با نگینه خون راستی برای من یک راحت است اونیورسال بودن همین نگینه خون یک همین اصطلاح هست آوازخوان اونیورسالی ببینید در همین صنعتی بدون بیرون از جمهوری بها نمیتیم فقط در همین دایره صنعت استرادی هنری تاجیکستان حال که علاقه این سرحد را عبور کرد با هنرش از 4 منطقه دیار عزیز سرود میخونند مقام میخواند مکتب زرافشان را میخواند مکتب ختلان را میخواند مکتب بدخشان را خوانده است سرودهای خوب افغانی ایرانی به زبان روسی خواندنش را دیدم من شاید هستم بودلر خواننده یک سرود دارن بله یادم است ببینه انا این بهاره خوب که نه هنرمند نه هر یک هنرمند راستی دارای همین خصلت است که آزاد تواند موسیقی دلخواه منطقه رو بله با آسانی مثلا همین بله میتواند یعنی که مو ملکه سرایندگیش دست میدهد که نازکترین همون این بسیار دشوار ما است وقتی که هنرمند در یک پیراهه در یک چارچوبه هنروری میکند از اون چارچوبه بیرون شدن از اون مکتب از اون سبک بیرون شدن بسیار دشوار است. تشکر زیاد بخیر خسته نباشید و ما در این لایحه میخواهیم که در چند بخش زندگی شما رو همراهی کنیم. پگاه سفر داریم به ناحیه جلال‌الدین بلخی. خوب. یک کنسرت داریم در استادیوم. اگر خواهش شما داشته باشید مرحمت میتونید اجازه میدید که با شما همراه رویم. بله چرا؟ خیلی جالب میشه و حتما که فردا بله فردا و میخوریم حتما صحبت‌های جالب در راه خواهیم داشت. و شما بریم. سلام شما خوبید؟ با باوری نشینم بخیر. شما با دست مرحمت. امروز یک هنر دیگری شما رو میبینیم رانندگی. الان معلوم است که یک راننده حرفه‌ای هستید از همون بستن تسمه. اگر مخفی نباشد حجت رانندگی رو کدام سال گرفتید؟ حجت رانندگی در فکرم سال 2010 یا 9 یا 10 من در خاطر دارم که حامله دار بودم بیکار بودم بعد رفتم همون حجت سپردم خواندم بعد گرفتم چون ما نزدیکتر با کارهای ایجادی شما من با زندگی پس پردگی شما آشنا میشویم بیشتر مردم گمان میکنن که مثلا آوازخوان‌ها و هنرمندان یک زندگی پر از رفاه خرسندی و شاد دارن ولی من حس میکنم این گونه نیست. خیلی است که یگان کار دنیا به آسانی نیست. همه چی یک مشکلی دارد یک پشتی خودش یک با سختی ها دارد لیکن اگر همین کسبت دوست داری وقتی که همین هنرت دوست میداری کسبت دوست میداری در نظرت نمیتواند سختی ها من شما میگم که ما شب روز در راه هستیم واقعا بله من بسیار خسته میشم مادرم میاد میگه که تو چه خیلی قدر قوت داری که شبم در راه هستی روزم در راه هستی یک تو چه خیلی مانده نمیشوی من آدمایی که در گرد اطراف من هستن و یا میبینن حیران میشن که چه خیلی من میتونم اینقدر قوا و انرژی از من اینقدر میتونم گفته که وقتی که کس به دوست داری این چیزو در نظرت نمیتونه چون یک هنرمند محبوب نمیتواند که زندگی آسوده داشته باشد میشود که در جشن و مراسم و نوروز جشن‌های میلی کارم به حد بسیار می شود. در یک روز
مثلا در چند چوره؟ بله، از باید سحر قرغان تپه برآمد کنم، ساعتی 12 بروم دیگر ناحیه، با ساعتی 2 بروم با دیگر ناحیه، با بالاخره با ساعتی 5 باز در شهر. این خیلی در چیز آسان است، در نگاه اول آسان است، که بسیار دشوار است قدر راه رفتن آمدن. از این خاطر مثلا من سلامتی خودم رو قدر اهمیت داده نمیتونم. اصلا در جوانی خانه شما کدام نمودی کتاب ها است؟ کتاب ها؟ اول کتاب تاجیکان است، بعد دیگر از کلاسیک ها است، رودکی، فردوسی، غزلیات بیشتر، چون کاری ما همین است، با نظم است بیشتر، با شعر زیاد سر کار میکنیم. اینا هستن. بعد یک چند فیلسوفای برجسته دنیا. فلسفه کدومی از فیلسوفان برای شما بیشتر پسند است؟ با من یک چند کتابی دارم که در اما وقتی که در کار بودن در حیات من آمدن، حیات من دیگر کردن. خب کتابی زیگموند فرید، کتابی لویزا خی، وقت که اونقدر زیاد نیست. کدام روزها بیشتر کتاب میخونید؟ کتاب‌های اودیویی بسیار گوش میکنیم. در ماشین، بله در ماشین، در تلفن همیشه هست. کتاب‌های صوتی. من وقتی که از یک جا به یک جا میروم، از سحر بیدار میشم تا به کار برآمدن و این چیزا، وقت من بیهوده نمیگذارم. یک چیز البته گوش میکنم، یک چیز به خود میگیرم. بعضی از هنرمندان گمان دارند که اگر ما متن‌های مثلا از کلاسیک‌ها استفاده بریم، شنونده زمان معاصر گوش نمی‌کنند. من فکر میکنم از همین ذوق هنرمند بسیار چیزا بستگی دارد، هم در موسیقی، هم در شعر و سخن. و بعد نه اونی که مردم چی میخواهد گوش کردن، اونی که تو چی میخواهی به مردم برسونی، این به فکرم مهمتر است. بعد اول که من در یک چند سرود استرادی من غزل است. بله یک چند غزل کلاسیکی هستن. اول همون آهنگسازا هم بسیار چی کردن که نمیشود خیلی سرود استرادی به غزل موندن و من همین یک دو پوچه در یک موزه گفتم نمیشود. چرا ما فقط همین سخنای دیگر همین کسی چیزی میگه همونا وای کنیم؟ نه، ما باید از خودمون وای کنیم. که بعد یا شعرهای غزلای کلاسیکو اینو جاویدانن، هزارو سال هم گذرد که اینو میمونن. اگر با زبان هنرمند اگر این چیزو وقتی که سرود میشود، بله سرود شود، این با عمرش باز زیادتر میشود. چرا نه؟ شما میدونید وقتی که همین سن و سال که بالاتر میشود، یعنی تا چند تا بزرگتر میشوی، عقلانی، فکرانی بزرگ میشوی، تو بله تو محتاج همین خیلی کتابا میشوی، کتاب، گفته ها میکوی، خودت میکوی. هر کس مثلا زندگیش نه اون طوری که خودش میخواهد و اون طوری که این زندگی که جای میبرد هم خیلی است. بسیار آدمانم خیلی زندگی میکنن. نه که من که بسیار کنجکاو بودم در این مسئله، یک چند سال پیش همین کتاب بسیار مطالعه میکردم، خوندم، یک چند چیزای فهمیدم برای خود. من فکرانیم دیگر شد، عقیده هم در زندگی دیگر شد، ارزش‌ها دیگر شدن، عموما که خیلی دیگر شدم. این برای من یک دستاورد بسیار بزرگ بود که من به سوال‌هایی که همیشه داشتم در بینه سر خود جواب یافتم. فیلم می‌بینید؟ فیلم هم بسیار می‌بینم، لیکن در آخر وقتا نمیدونم برای چی فیلم نمیتونم بسیار دیدم. من هر سحر که بیدار میشم، اول چشمم نکشوده، من با شکرگویی روزم سر میکنم. بله من شکر میکنم برای عادی ترین چیزا، برای که من امروز بیدار شدم، صحت سلامت.
میبینم افتابا میبینم. بله پدر و مادرم، فرزندکم، اهل خانواده من همه صحت سلامت. این یک بختی بلند است. بله آخر وقتا بسیارتر میخوام سرودو باشن که شاد باشن، روحیت انسان چی بردارد. بله خب سرود هم باید وظیفه‌ش همین گونه باشه. بله همین خلاص. مردم در روزهای شادیش بیشتر سرود هست سرودایی که مثلا از مردم دردش تازه میکند. اینش هم خوب است. ما یک عنوان ندارم، لیکن همین وقت آخر راستیگه میخوام که بس کنم سرودای شکایتی خوانده، نه فقط سرودای روحیت شاد میکردگی، فقط سرودایی که انسان با یک گرم میکند. بله بسیارتر پوزیتیو باید باشد. بله همین طور تا به ناحیه جلالالدین بلخی صحبتی گرم و صمیمی داشتیم. در اینجا نگینه را بیشتر از 6000 نفر انتظار بودند و با دست و دلی باز استقبال گرفتند. ما هم با شوق و هیجان ترانه‌های جذاب نگینه امانقلووا را شنیدیم و با مردم یکجا خرسندی نمودیم. در پیشه شایسته تاجیکستان نگینه امانقلووا استقبال می‌گیریم. بسیار عالی بود. بسیار قدر مردم و انرژی بود. از اینکه اطراف میدان قدم زدید، من با اون کفشای بالا خسته نشدید؟ نه خسته نشدم، برعکس یک قوت دیگر گرفتم. اینقدر آدم، اینقدر انرژی. سلامت باشید. اینجا قدر صحبت نتونستیم انجام بدیم. چون بسیار شلوغ است. خونه ما میبرد به حضور هم صحبت میکنیم هم حتما سلامت باشید در حال کار. تشکر شما. به شما. در جریان برنامه حتما خواهید. تشکر. خوراکپزی بله و خوراکپزی مشغوله. همه سبزیجات و همه چیز هست، کدو، شلغم، سبزی همه چی هست. در خانه ما بسیار دوست می‌دارن غذاهایی که از طبیعت گرفته شده است. بله این همش از ویتامین است. لبلبو است، کارتوشک است. حتی جواری هم هست. بله جواری هم هست. خوب خلاص یک غذایی که خودتون دوست می‌دارید. بله من بسیار پختن دوست می‌دارم. بعد فرزندان هم بسیار عادت کرده هستن که در خانه غذا خوردن، در خانه غذا پختن مزه‌اش دیگر است. بله من که یک دختر بودم در خانه 4 پسر داشتم، 4 بچه داشتیم. 4 بچه داشتیم. من زودتر یاد گرفتم چون همه اونا نهاری باید تیار میکردم. با از مکتب که می آمدم با یک چیزی باید میپختم که باید استعمال میکردم. فکر میکنم از همین صنف 2 از صنف 2 3 علاقه خیلی برام همه کار خونه میکردم. بله وقتی غذا پختن چیز زمزمه میکنید خود به خود؟ بله یک تگی نفس یک چیز باید یک چیز باید باشد. این عادت بله من وقتی خورد بودم دخترچه مایده بودم تعطیل تابستونه میبرامدیم. روزش که خیلی خانه با من بیکار از همین سحر یک جوربه میگرفتم روی حقلی فقط زمزمه. بعد مادرم فقط میگفت بگونی و میامد در دلش رو میزد از سحر همین خسته نمیشه. بله تو بس میکنی یک گنبور چون بسیار وقتا بسیار شوقی سرودخوانی زیاد بود. شما چای گرفتن گرفت برای شما هم ریزم؟ یکان شیرینی یکان چی دیگر نه لازم نیست.
شما به خونه تو بسیار مهمون دعوت بله می‌کنید؟ بله من دوست می‌دارم مهمون قبول خودتون کردن. بزنید خیلی بله بله خب ما هم امروز به همون مهمون‌های شما شامل شدیم شما دید و با بیایید مسئولیت شما امروز خواهیم چشید. عموما من یک انسانی هستم که همین فضای خانه درون خانه برای من بسیار مهم است چون از خانه یک نیرو میگیری وقتی که تو آدمی سرکار هستی در کوچه بسیار میگردی برای یک جای باید داشته باشی که از اونجا با یک نیرو گیری یک وقتی خاص دارم برای خودم وقتی که همه کودک بسیار میکنم یک وقت برای خودم دارم که خودم نهاری میکنم دیرتر نهاری میکنم با فکر خودم جابجا میکنم با یک برنامه‌ریزی میکنم برای روز برای انسان مهم است که خاصه برای ایجاد کار تنها باشه. بله بسیار مهم. اگر مخفی نباشد چیز هم زمان میکنید صداتون خیلی پست یک چند روز شد یک سرود گوش کردم یک حافظ ایرانی راستی نامش در خاطر ندارم لیکن بسیار یک سرودی عجیب فقط همین سحر میخیزم همینا گوش میکنم کجا از خانه میبرم در خانه میدارم همیشه در ماشینم هوای گوش میکنم دل از من دلبری از توست یک هنرمند دل از من دلبری از توست سر از من سروری از توست قدر دایدم نیست ولی زیبا است سلامت باش از سرودی بسیار سابق است لیکن همین هر تیرماه که میشه همین سرود به خاطرم میرسه برا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه مگو سخن درشت مگو که عاشقی گناه پس از 1000 ساله ها تو را چو دور بکافتم چو عشق خود بیافتم و سوی تو شتافتم برا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه مگو سخن درشت مگو که عاشقی گناه خیلی سرود شما من خیلی دوست میدارم ولی منم میگم که یکم وقت اونجا میرویم بعد پیشم دفته میبینم میگه اپی دیگه ما همین خم مخلص شما مشبه از کودکی دست ما میگم چند ساله ما همین خم کلام ساستم دخترای کلام بچه های کلام میگه اپی دیگه من از خورسالی شما واقعا ما هم از خورسالی شما رو میشه کردیم برای شما جالب نبود که ما همراه خود توفه آوردیم بله میبینه باشید بیایید بفرمایید از شماست تشکر باز بکنید خوشم مرحمت خب منم کمک میکنم و تشکر با عنوانی که تشکر چند مدت زیاد پیش از دسته پیشوی مللی تشکر میگم زیاد. مخیرم رحمت من نداشتم این رسم تشکر زیاد یک عنوانی ارزنده بود همون زحمت هایی که سالهای طولانی داشتید خب نتیجهش همین است رحمت تشکر زیاد شما برای پیشرفت برای من فرهنگی افتخار تشکر زیاد در تمام جشن و چهاربینی های سطحی بالا قرار تشکر. کنید حتما که این هم در یک گوشه خانه شما بله البته بله این برای تاریخی زندگی شما زندگی من تاریخ هنری من اینا فرزندان و نبیره ها همون روزا که اومد بله میبینم پیشوای معظم ملت بغیر از اون که به همه سمت های اجتماعی و اقتصادی و همه ساحه ها بسیار سهمگذار هستند سببگار هستند باز در همین سمت فرهنگ
هنرمندا بسیار یک توجه خاصه دارند، ولی بسیار خیلی که میگن موسیقی شناس هم هستن. محض با دستگیری پیشوای معظم ملت ما خیلی هنرمند شدیم که امروز همه خرد و کلان و همه ما را میشناسند. من بسیار افتخارمند از آن هستم که من در این تاجیکستان عزیز به دنیا آمدم، در چنین عائله به دنیا آمدم، با چنین پدر و مادر خدا به من نصیب گردان. در همین قدر دولتی در همین قدر دولت تنج و آرام و آباد زندگی عمر به سر میبرم، فعالیت میکنم. برای من این یک نعمت بی‌بهاست. عنوان گرفتم در مراسم و در توی معرکه ها هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان میگید. راستیگه بسیار در گوشم میفورد. بله پیشتر قدر نمیفهمیدم دیگه، حاضر بسیار هم یک چی میشوم. بله خرسندم میشوم، یک افتخارم میکنم همون وقت. بله شکر. فکر میکنم دیگر این عنوان یک مسئولیتی گرانتر رو بدش. بله بسیار مسئولیتی گرانتر است. خب سفرهای هنری که از تاجیکستان بیرون میروید، خاصه اون روزهای فرهنگی که جمهوری تاجیکستان در کشورهای دیگر میکنند، چگونه سفرها هست؟ از اما سالی که من به کار اومدم در انسامبل دریا، از 2007 سال من به کار اومدم، تابستان 2007. از همین 2008 سال فقط ما سفر می رفتیم، چون انسامبل ما انسامبل دولتی بود. به همه سفرهایی که روزهای فرهنگ تاجیکستان در دیگر دولت ها می شد زیادترش می رفتیم. از همون جا که من دنیای دیدم، دیگر دولت های دیدم، زیبایی و به آرزوهای خودم رسیدم. راستیگه همش از همین شرافت همین اونایی که من در همین انسامبل دریا کار میکردم، در کنسرت حکومتی بودم و به من نصیب گردیدم این روزا. در خارج از تاجیکستان بسیار به صنعت و به رقص و به هنر عموما یک توجه خاصه دارن. هر وقت ما کنسرت میرویم، کنسرت های کلان در تالارهای بسیار کلان برپا می شود، با یک تاثیرات و با یک احساسات می روند. همشون با بعد از کنسرت با پیش ما می بیان، با ما رسم می گیرن، با ما می گوین که بسیار سروداتون زیبا بود. من زیاده از اگر خطا نکنم یک 10 سرود بخشیده به وطن تاجیکستان دیار عزیزم، یک 10 سرود زیادتر دارم. چون من عاشق وطن هستم، برای من بسیار مهم است، افتخار است، مهم است. تشکر زیاد که این چند روز، این چند لحظه های حیات خود رو برای ما بخشیدید، با ما گذراندید و ما از پهلوهای مهم حیات شما واقف گشتیم و احسنت که همین گونه یک زنی حلیم و مهربان و آوازخوان موفق و شناخته در کشور هستید و هزارها دل و هزارها مردم رو شاد میکنید. سپاس. تشکر از شما و از تلویزیون سفینه که وقتتان در این نداشته آمدید و کلبه ما. با کارهای جدید شما موفقیت آرزو داریم.